کارخانه معدن‌تازه‌کنی ادرسمان در عهد شوروی تأسیس یافت و به پیدایش شهرک در حدود شهر گلستان قیراقم سابق قسمت شمالی ولایت سوخت زمینه گذاشت. از آن زمان ادرسمان را شهرک کوهکن‌ها میگویند و دلیلش همین که بزرگترین کان نقره در همین مکان جایگیر است. متل‌های گرانبها از جمله طلا و سرب در بغل کوه‌های قرمه و قرامزار همین منطقه نهفته‌اند. در دوران شوروی کارخانه 100% کار میکرد. بعد پاش خوردن اتحادیه شوروی با سبب‌های معلوم کنده شوی علاقه اقتصادی با دیگر جمهوری کارخانه با قوه پوره کار کردن نتوانست است. از سال 2006 تا سال 2013 کارخانه با شرکت‌های قزاقستانی کار میکرد. همگی اقتداری کار با 100% نه 30-40% اقتداری کار میکردیم. زیاده از 700 نفر کارگران کار میکردن. کارخانه در یک ماه به کارمندان تا 1.5 میلیون سومانی معاش میداد. تا 1.5 میلیون برای جو خوب بود در آن وقت. بعد به دولت هر ماه زیاده از 1 میلیون سومانی انداز میدادیم. یعنی در یک سال تا 12-13 میلیون سومانی انداز میدادیم. اگرچه ما 30% کار میکردیم، 30 چیز کار میکردیم. اگر 100% کار کنیم این یک چند کرده زیاد میشود. با سبب‌های بحران اقتصادی، پسروی نرخ نقره در بازار جهانی کارخانه در سال 1913 از کار ماند. 2013 از کار ماند و ما حاضر ماند زیاده از 10 سال باز کارخانه کار نمیکند. کارخانه از سال 2006 به شرکت قزاقی کان منصور تعلق داشت و عمدتاً خاکه نقره استحصال میکرد. کارخانه ادرسمان فعالیتش را سال 2012 قطع کرده و خود را مفلس اعلان کرده بود. سال 2017 بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدن ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. آگاهان میگویند بعد دولتی شدن کارخانه نیز وضع در این سمت تغییر نکرده کارخانه در ورطه از همپاشی قرار گرفت. بناهای عظیم آن حالا یک نمای فرسوده را دارد و سیمای شهرک صنعتی زمان معروف را تیره کرده است. این حال نقبکنها و کارمندان آن را مایوس کرد و اکثریت اهالی شهرک را پریشان و سرگردان ساخت. پیش 3 سال آخرانی به کار میکردم. 70 سوم پول میگرفتم. خورد و خوراکم دلگیری پدر و مادر به میشد، همش به میرسید. خیلی دور من خیلی شد. مجبور رسیب میبریم. رسیب کار میکنیم. کنی که شخص کار کند همینجا چی کنیم در خانه خودمو پیشی بچه گاچ شخصه ها کار میکرد، مثلا زباد فابریکه ها کار میکرد. اکن همیش کار نمیکند، خیلی که نیست، اکن همیش تکی میکل کرد. بچه ها برای وی همیش مهاجرنده، زندگی فرزنددار آیله‌دار زندگی کردن در کار همیش مهاجر بمیرند. ما پنسیونرها می خونه بمیشنیم ده خونه پایده. شوهرم شفیار بودن همین شخصه به افتاب سعی میکردن. حاضر خونه شینیم. من کمی 25 سال 30 سال کار کردم. نواز نفقم من. چخیل بود کارخانه؟ نقص بود و وقتو هم وقتای کار کردیم بود نقص بود. شرایط ما هم نقص بود. همش نقص بود. شما چی کار میکردید؟ من به نساس هم کار میکردم. شاختاب نساس بکار میکرد. همین خدمتی کارخانه برای شهرک چی بود؟ مثلا چی سهم داشت برای مردم شهرک؟ همه جوا سخمتش میرسیده. یگان پرابلم نبود وقتی کارخانه ها کار کردن. از حساب کارخانه ها کار نمیکنند، فقط یک تا مکتب اینجا یک تا بالیسه کار میکنند. کارخانه نیست دیگه. زندگی نقض میگذشت همون کارخانه کار کردن. حاضر اپشی رسیده همش. من اسفالت روش این همش اپشی رسیده. بسیار کارگران رفتند. قسمی زیاد مهاجر در روسیه کار میکنن. یک قسم کارگران در اپریل کار میکنن کارخانه، یک در امزاب کار میکنن. دیگران در رخصتی بیموست. خیلی مورد در سال کارخانه خود دولتی است، واحد دولتی است. لیکن یک کمبود میگه که واحد دولتی باشد ما چندین مرتبه مکتوب ها کردیم برای با بودجه درآوردن، لیکن با بودجه ندارآوردن. معاش پوره گرفته نمی شود. 13 مهلتی کار نکردم به 10 سال باز.
خب حساب ذخیره داخلی کم کم معاش داده ایستادیم، لیکن ذخیره داخلی هم آخر دارن، با آخر رسید. حتی امیدواریم که میشود این کارو کار بکنیم. فعلا روز چند کس کار میکنه؟ حاضر 80 نفر خودم کار میکردم میگشته. اینا اصلا برای نگاه داشتن ابیکت‌های کارخانه. شعبه مثلا پاسمانان من 31 نفر کار میکنن، دیگرها اداره کمبینات و درکان برای نگاه داشتن کار کردن میشه، برای حساب کتاب این خیلی. به علت کار نکردن کارخانه ادرسمان نه تنها صدها نفر به شغل ماندند، بلکه بودجه دولتی از درآمد 10 میلیون سامانی محروم شده است. قبلا در حکومت شهر گلستان می گفتند که با مساعدت شرکت‌های صنعتی چین یا دیگر کشورهای همسود این کارگاه دوباره با اقتدار پیشتر فعال کرده خواهد شد. مسئولین اظهار میکنند که برای بازسازی آن حدود 100 میلیون دلار سرمایه لازم است. فدراسیون روسیه کارمندان از عربستان و سرمایه گذاران آن ایستادند، لیکن این از حسابی که کارخانه جمهوری هست، وزارت صنعت جمهوری تاجیکستان که نگاه میکنند، در آنجا بسیار گفت و شنیدار هستند. محترم رئیس وزراء چند مرتبه در همین وزارت خودشان به واسطه مکتوب کردند و گزارش کردند. اکنون باید که با انمون در اینجا قرض کلانی هم روزی مهنت و هم قرض انداز که هست و خودم بسیاری ها یک وای میکنن و با کمتر خودداری میکنن. خیلی در وای در رشته‌های نزدیک ممکن است که یک گفتگوشنید به انجام میرسد و همین کارخانه ها با فعالیت آغاز میکنن. خیلی در مدت 10 سال 10 ها اینوسترها آمدن، خیلی گفتگوشنیدها گذرانده شد، لیکن سببش نمیدونم برای چی با آنها کاربری میکردیم، لیکن کار به آخر رسانده نشد. من ماهای نزدیک نماینده های روسیه آمده بودن، گازپروم بانک روسیه، با آنها اومده آموختن کارخانه را. حاضر ما امیدواریم که با روسیه ممکن کار شود، برای اینکه من جناب عالی در تشریف جناب در رئیس ما هم شنیدیم هم دیدیم، در اونجا درباره کانهای جمهوری ما گپ زدن و گفتن که زیاده از 600 تا کانها است، در قطار آنها کانهای نقره هم نامبر کرده شد. همین راست که کارهای نقره نامبر کرده شد، ما امیدواریم که این کان نقره اصلا این ما است، غیر منصوری کان است. بین وزارت ها حجت ها امضا کرده شد، وزارت صنعت و تکنولوژی نو وزیر ما در همونجا بودن، شیر علی کبیر. ما مردم ادرسمان امیدواریم که در همونجا ما هم هستیم و کارخانه ما کار میکند. اهالی بیش از 16,000 نفری ادرسمان امیدوارند که مشکل فعالسازی کارگاه حل خواهد شد و مردم شهرک را مثل پیشتر با کار و شرایط خوب زندگانی فرا خواهد گرفت. امیدواری که همکنون 10 سال است در سطح امید و آرزو مانده است و عملی نمی شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی از شهرک ادرسمان شهر گلستان.